محله گوبرنیا در یک گزارش ویدیویی درباره اویله زویر سعیدوف دکتری روانشناس از تاجیکستان نقل کرد که در دهه بگدانس و در ناحیه سودوگده ولایت ولادیمیر روسیه به سر میبرد. زویر و همسرش فریده 13 کودک دارند که از همه کلونیش 17 ساله بوده. خردیش تازه ماه اوگوست سال جاری دیده به جهان گشوده است. زویر قبلا در خباروفسک و کراسنودار کار میکرد و یک سال قبل به ولادیمیر کوچید. طبق برنامه پریسلین به اویله زویر در ولادیمیر 2 میلیون روبل کمک پولی دادند و برای 5 سال با وی قرارداد بستند. زویر حالا در خدمات یاری تاجیلی کار میکند ولی زندگی در دهه را بر شهر برتری داد. اما وقتی سال تحصیل سر شد معلوم شد که زندگی در دهه مشکلات خود را داشته است. کودکان زویر را به مکتب نگرفتند چون که مکتب از خانه او 14 کیلومتر دور است و راه دههش به بالای این چنان خراب است که مأموریت مکتب گفت برای فرزندان زویر هر روز اتوبوس فرستادن نمیتوانند. خبرنگار سودوگده میگوید امسال در ولایت ولادیمیر 145,000 نفر به مکتب رفتند. از جمله 15,000 کودک امسال به صنف یکم رفت. ولی لباسهای مکتبی فرزندان زویر سعیدوف از ناحیه سودوگده در جیوان آویزان ماند. آنها را به مکتب نگرفتند. زویر سعیدوف مجبور شد که خودش در خانه کودکانش را درس دهد. از مشکل عائله او در مأموریت ناحیه سودوگده نیز باخبر شدند. نینا مدویدووا مدیر اداره معارف ناحیه میگوید مسئله تنها در منفرش بودن یا نبودن راه نیست، در ثبت نام هم هست. ثبت نام فرزندان زویر سعیدوف در بگدانسو نیست و به این دلیل آنها را رسما به مکتب قبول کردن نمیتوانند. در لابلای این کاغذبازی ها فرزندان زویر سعیدوف تا حال به مکتب باقی میمانند و آن هم در حالی که زویر محض به خاطر تامین آینده خوبتری برای کودکانش از تاجیکستان به روسیه کوچیده بود.